میخوایم longest common prefix رو پیدا کنیم. من هنوز مطمئن نیستم که تایپ کنم بهتره یا اینکه از قبل جواب بنویسم بهتره. واسه همین علل حساب یه دونه رو تایپ میکنم، سه تا جواب رو میخوام بنویسم، یکیشو تایپ میکنم، 2 تا دیگر رو از روی اون چیزی که قبلا نوشتم توضیح میدم. اولین چیزی که به ذهن من رسید این بود که وقتی قراره کامن پریفیکس ها رو پیدا کنم بهتره که بیام کوچیکترین کلمه رو، کوتاهترین کلمه رو از بین کلماتی که دارم پیدا کنم، چون طول اون مهمه کاینده برام دیگه. قرار نیست کامن پریفیکس اما از طول اون کوچیکترین کم بیشتر باشه. واسه همین اولین کاری که میکنم بعد از البته که نوشتن longest common prefix strs هم ورودی میگیره، یه 2 تا قبلش edge case رو چک کنم. یکی این که اگه strs من خالی بود چی میشه؟ اگه len strs 0 بود به عبارتی چی رو ریترن کنه؟ یه رشته خالی. اگه len strs هم 1 بود ریترن کنه خود اون کلمه ها رو. در غیر این صورت بیاد کوچکترین کلمه اون رشته رو پیدا کنه. چجوری؟ میگی مین s مساوی مین strs روی کیه len. این دقیقا چیکار میکنه؟ من اگه strs هم مثلا همین مثال لید کد باشه میاد کوچیکترین رو به من میده فلو. پس اومدم کوچیکترین strs رو پیدا کردم. بعد یه فور میخوام بزنم روی همین مین strs. چی رو پیدا کنم؟ اینکه هر کدوم از این F و L و O W هر کدوم از این کاراکترها ایندکسشون چنده که بعد بیام با اون ایندکس کار کنم. چجوری میگم I و CH این enumerates روی مین S. این چه کار میکنه؟ دقیقا همون چیزی که من گفتم و میخوام رو برام انجام میده. به هم میگه که دقیقا ایندکس هر کدوم از این حروف چیه، یعنی میشماره برات. بعد من یه فور میزنم روی کلماتی که توی strs هستن. فور میزنم روی کلمه ها. بعد چک میکنم دونه دونه که آیا اس من ایندکس آیش، حالا مثلا اینجا ایندکس 0ش آیا مخالف CH همون هست یا نه، که اگه مخالف بود بعد ریترن کنه چیو؟ خود مین S و تا ایندکس I، تا ایندکسی که دیگه مساوی نبوده. پس همچین چیزی میشه. من الان اگه اینو من بدم به تابم بگم longest prefix strs باید ارور نده. اینجا یه دونه این نذاشتم str اینجا. خب افل. پس edge case ها رو چک کردم، کوچیک‌ترین رو به دست آوردم و یه enumerate روی مین کوچیک‌ترین ران کردم و بعدش هم دونه دونه کلمات رو با کوچیک‌ترین مقایسه کردم. این است. پس این راه حل اول. راه حل دوم اینه که من بیام سورت کنم کلماتو. چجوری کلماتو سورت کردن کمک میکنه به من؟ وقتی میایم یه سری رشته رو سورت میکنیم بر اساس حروف الفبا سورت میشه. مثلا الان این رشته یه سری من همینطوری دارم کلمه می نویسم ABF AFF
بعد بی سی بی بی سی بی سی سی دی زد زد. وقتی که کلمات سورت میشن بر اساس حروف الفبا سورت میشن. پس اگه چیزی این وسط مشترک باشه همه کنار هم قرار میگیرن. مثلا A B ها کنار هم قرار گرفتن اینجا، یا مثلا A ها کنار هم قرار گرفتن، B ها کنار هم قرار گرفتن. پس یه کار هوشمندانه که ما میتونیم بکنیم اینه که کلمه اول رو با کلمه آخر مقایسه کنیم. همین. اگه این دوتا با هم مشترک داشتن پس بزرگترین پریفیکس مشترکشون همینه. اگه نداشتن هم که هیچ. پس من اینجا اومدم توی این STRS هم سورتش کردم اول و بعد گفتم کلمه اول STRS بره توی فرست ورد، کلمه آخرش با منفی یک نشونش میدیم بره توی لاست ورد. پریفیکس هم یه چیزی از قبل یه رشته خالی گذاشتم و گفتم اگه آی بیاد حرکت کنه روی طول فرست ورد یا لاست ورد، هر کدومشون کوچیک‌ترن چون خب کوچیک‌ترین رو ما همیشه می‌خوایم دیگه، بیاد روی کوچیک‌ترینش حرکت کنه و اگه اولیه مساویه، اگه ایندکس 0 فرست ورد مساوی ایندکس 0 لاست ورد بود اونو بذاره تو پریفیکسم. دوباره بعد کلمه کاراکتر بعدی همینطوری انقدر این کار انجام بده تا مساوی نباشن. اگه مساوی نبودن بریک کنه از فور لوپ هم و بعد پریفیکس رو چاپ کنه. دقیقا همینی رو میده به ما که میخوایم. این هم یه روش با مزه است. یه روش دیگه اینه که دوباره اینجا edge case ها رو چک کردم، بعد توی این روش اومدم اولین پریفیکس رو اولین کلمه رو گذاشتم پریفیکس من، یعنی فرض رو بر این گذاشتم که اگه مثلا کلمه اولم فلاوره همون میشه کامن پریفیکس من بین همش. بعد دونه دونه هی اومدم کم کردم وقتی مساوی نبوده. پس پریفیکس رو گذاشتم STRS 0، اندازشم سیف کردم توی پیلن و بعد یه دونه فور لوپ گذاشتم روی همه کلمات همون STRS، ولی این از کلمه یکم شروع کردم چون کلمه صفرمو گذاشتم پریفیکس هم، یعنی کافیه که اولیه رو با دومی و سومی و چهارمی مقایسه کنیم. پس از S تا STRS 1 به بعد یه حلقه وال گذاشتم، گفتم که تا زمانی که این پریفیکس من مخالف اندازه S از 0 تا پیلن بوده. پیلن چیه؟ لن پریفیکسم. پس در واقع میشه از 0 تا پیلن. بار اول که من دست نزدم دیگه، خود میشه خود پریفیکسه میشه، یعنی انگار که اگه مثلا پریفیکسم 4 تا کلمه است من 4 تا کلمه اینجا مقایسه میکنم، 4 تا حرف. اگه این 4 حرفه من با 4 حرف کلمه اول و 4 حرف کلمه اول با 4 حرف کلمه دوم مقایسه میکنم. خیلی بد شد ولی نداره. اینا رو با هم مقایسه میکنم. اگه مساوی بودن که چه عالی، اگه مساوی نبودن میاد یه دونه از طول اون 4 حرف کم میکنه، یه دونه هم از طول این لن پریفیکس هم کم میکنه. بعد این سه تا رو با هم مقایسه میکنه، بعد دو تا رو مقایسه میکنه، بعد یکی رو تا وقتی که هیچی نمونه. بعد اینو برای همه کلمات تکرار میکنه و در نهایت اگه طول پریفیکس منم 0 بشه خب یعنی کامن پریفیکس نداریم. اگه هم طول 0 نشه که خب همون پریفیکس رو برامون چاپ میکنه. همین دیگه. من خودم روش اول رو بیشتر دوست داشتم. روش سورت هم بامزه بود ولی از نظر پیچیدگی زمانی زیاد با هم فرق ندارن دیگه، بخاطر اینکه همشون فورای به هر حال داریم روی حلقه حرکت میکنیم و ببینیم با کدوم بیشتر حال میکنیم. ولی کلا خوبه چند تا راه حل آدم بلد باشه دیگه، بعدن ذهنش باز میشه برای اینکه بقیه سوالا و مسئله ها رو اون شکلی حل کنه. همینا دیگه. کامند و کنترل و اسکیپ.